یا نفرهایی هستند که سن و سالشان به جای رسیده است و حتی از دین اسلام روی گردانیده به دین زردشتیت یا به دیگر دینها روی آورده ایستادند. به سوی الله سبحانه و تعالی روی بیارند. میگوید که پروردگارا چقدر عمرم باقی مانده است که من دیگر به این حیات دنیا چنگ بزنم. بسم الله و صلاة و سلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز صحبت ما برای آنهایی که سن و سال آنها به یک جای رسیده است، برای آنهایی که مویسر آنها سفید گشته است، یا نفرهایی که بعضی ها چشمانشان خیره گشته است، قامت ها خم گشته است. عموما برای انسان هایی که 50 و 60 و حتی برای جوان ها هم باشد و حتی شما اگر جوان هم باشه میتوانید برای آنهایی که سن و سالشان به یک جا رسیده است اما از الله سبحانه و تعالی دور هستند برای آنها روان کنید تا اینکه یک پند برای آنها باشد. و امروز ها ما میبینیم که در جامعه ما نفرهایی هستند که سن و سالشان به جای رسیده است اما آنها از دین اسلام دور گشتند، یا تا حتی در حق دین اسلام سخنهایی میگویند که تماما انسان را از دین خارج میکنند. یا نفرهایی هستند که سن و سالشان به جای رسیده است و حتی از دین اسلام روی گردانیده به دین زردشتیت یا به دیگر دینها روی آورده ایستادند. الله از این پناه دهد. و شاید نفری گوید که جوان هستی تو که او به انسان از خودت سن و سالش کلان سخن کردن که است. اما این وظیفه هر یک دایه است، نابسته از سن و سال، مادامی که الله سبحانه و تعالی از آیاتهای خودش و از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما را آگاه کرده است، این وظیفه ما است تا اینکه ما وظیفه خود را ادا کنیم، تا اینکه ما یک آیت هم باشد یا یک حدیث هم باشد از پیامبر صلی الله علیه و سلم برای دیگران برسانیم. این وظیفه هر یک دایه است. و همچنین در حدیث دوم هم می آید که چگونه عمر رضی الله عنه عبدالله ابن عباس را با وجود آنه که سن و سالشان کوچک بود در نزد مشایخ، در نزد بزرگسالان عمر رضی الله عنه حضرت را پیش آوردند. الله سبحانه و تعالی در سوره فاطر آیه 37 چنین فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر. یعنی آیا ما به شما آنقدر عمر ندادیم که تا اینکه نفری پند گیرنده در آن پند میگرفت؟ انسانی که الله سبحانه و تعالی برایش عمر داده است، سن و سالش به یک جا رسیده است، در این قدر عمر عمل صالح میکرد، هوشیار میشد و جاءکم النذیر و بر بالای این و همچنین ما برایتان پیامبر فرستادیم تا اینکه شما را از عذاب الله سبحانه و تعالی بیم دهد. در تفسیر این آیات عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، چنانه که ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیرشان آوردند، معنایش الله سبحانه و تعالی برایش 60 سال عمر داده است. یعنی نفری که الله سبحانه و تعالی برایش 60 سال عمر داده است، در این 60 سالی که الله برایش داده است او باید عمل صالح کند، باید به سوی الله تعالی روی بیارد و توبه کند. و بعضی از اهل تفسیر آن را 40 سال گفتند و بعضی از اهل تفسیر آن را حد بلوغ گفتند. یعنی وقتی مادام انسان به بلاغت میرسد، الله سبحانه و تعالی برایش یک عمر قدر کافی داده است که تا اینکه او به سوی الله سبحانه و تعالی روی بیارد. و این آیت را حدیثی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است شرح و تفسیر میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: اعذر الله الی امرئ اخر اجله حتی بلغ 60 سنه. رواه البخاری. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند الله سبحانه و تعالی برای نفری که عمرش را به 60 رسانیده است عذر باقی نگذاشته است.
یا به معنایی که الله سبحانه و تعالی دیگر عذر او را نمیپذیرد. انسانی که الله سبحانه و تعالی برایش اینقدر عمر داده است، روز قیامت وقتی به نزد الله تعالی میبیاید و در صفحات او توبه و استغفار نیست، در صفحات او اقبال و روی آوردن به سوی الله و سجده نیست، انسانی که از الله سبحانه و تعالی چقدر عمرش زیاد می شود همونقدر از الله سبحانه و تعالی دور شده ایستاده است. این انسان دیگر عذر ندارد در نزد الله سبحانه و تعالی. چون این انسان باید کلا حیاتش را برای الله سبحانه و تعالی فارغ سازد، یعنی با تمام وجودش به سوی الله سبحانه و تعالی روی بیارد، بگوید که پروردگارا چقدر عمرم باقی مانده است که من دیگر به این حیات دنیا چنگ بزنم، چقدر چند روز و چند سالهای باقی مانده است که من دیگر از قفای این دنیا و مال و متاع این دنیا و منصب و یا دیگر چیزها دوم. و همچنین حدیث دوم که از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت شده است که میگویند حضرت عمر رضی الله عنه در مجلس هایشان مرا همراه میگرفتند، همراهی نفرهایی که در جنگ بدر اشتراک کرده بودند، یعنی انسانهایی که آنها کلانسال بودند، صحابه هایی که از جهت سن و سال یا کمی سن و سالشان کلان بود، همراه آنها در مجلس خود همراه میکردند و عمر رضی الله عنه از آنها احساس کردند که گویا آنها گفته ایستادند که ما هم فرزندا داریم، همراه خود نمی بیاریم، به سن این جوان برابر است، اما این جوان همراه ما چیکار میکنه؟ و یک مرتبه عمر رضی الله عنه عبدالله ابن عباس را نیز دعوت کردند و آن نفرها همراه عمر رضی الله عنه بودند و عمر گفتند شما به تفسیر سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح چی نظر داره؟ بعضی از آنها گفت که اذا جاء نصر الله والفتح وقت نصرت الله و فتح و کشایش الله بیاید، فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح بگو، یعنی انسان وقت نصرت الله را میبیند باید تسبیح بگوید و حمد و شکر کند به الله سبحانه و تعالی و توبه کند. بعضی آنها ساکت ماندند، یگان چی نگفتند. سپس حضرت عمر عبدالله ابن عباس را پرسیدند که شما چی میگویید؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفتند که من از این سوره برداشت میکنم که این سوره نزدیکی و قریب بودن اجل رسول الله صلی الله علیه و سلم را خبر میدهد، یعنی وقتی الله سبحانه و تعالی نصرتش میبیاید و فتح مکه میشود گویا اجل رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک شده ایستاده است و الله سبحانه و تعالی میگوید فسبح بحمد ربک واستغفر انه کان توابا، ای رسول الله شما تسبیح گویید و استغفار گویید و توبه کنید. و عمر رضی الله عنه میگویند ما اعلم الا ما تقول، یعنی من هم آنچنانی که شما گفتید من هم همین طور برداشت کردم. یعنی عمر رضی الله عنه با این کارشان به آنهایی که به عمر رضی الله عنه اعتراض بیان کردند که این جوان را من بیهوده همراه خود نمیگیرم، این گرچند که سن سالش جوان هم که باشد علم کافی دارد. و بعد از نازل شدن سوره اذا جاء نصر الله والفتح پیامبر صلی الله علیه و سلم در رکوع و سجده هایشان سبحانك ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی میگفتند. بنابراین علما میگویند انسانی که سن سالش به یک جا رسیده است برایش سنت است که این دعا را بسیار در رکوع و در سجده هایش، عموما در نمازهایش همین دعا را بسیار تکرار کند. سبحانك ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما خاتمه نیک را نصیب گرداند و الله سبحانه و تعالی آخر عمر ما و شما را بر طاعت و عبادت خود موفق گرداند و الله سبحانه و تعالی هم جوانها و هم پیران ما را به سوی خود هدایت نماید
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.